Добрый день, уважаемые коллеги-преподаватели. От всей души УТФ БНТУ ТТУ поздравляет вас с праздником Навруз. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в труде, ну и всех наилучших благ. Спасибо. نشین تماشا کرده گفتید Малим чего когда? گرفتی معلمه؟ جمعیت دروی مسئولیت در محدود مبارک باشد نوروز. наврӯзи байналмилалӣ ба кулли мардуми ҷумҳурии тоҷикистон муборак. худо кунад ки доим дар ҷумҳурии офтобрӯбаи тоҷикистон ҳамаша наврӯз бошад. наврӯз шуду лолаи хушранд баромад, булбул ба тамошои лаҳучанд баромад, мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. Ташаккури зиёд. наврӯз
دوستان دانشجویان، همه شما را به فارسی نوروز 2024 صمیمانه مبارکباد میگوییم. این بهار گلفشان، شاد آمدید، شاد آمدید. به کارمرز تاجیکان شاد آمدید، شاد آمدید. همدیاران عزیز، حاضرین گرامی، اینک به دیار نازنین ما باز بهاری عالم افروز قدم می‌گذارد. باز چهچهی بلبل و شلدراس جویبار به گوش چون نوای دلنشین می‌رساند. به این مناسبت ما برنامه مرتب ساختیم که آن از تنتنه‌های ایام بیدارشوی طبیعت، بهار زندگی، بهار دلگشا و شادمانی می‌بخشد. نفسی تازه نوروز مبارک باشد، چهره پاک و دل افروز مبارک باشد. تشکر زیاد مهمانان عزیز، دوستان و دانشجویان گرامی. در این لحظه‌های فرحبخش همه شما دوستان و کارمندان، دانشجویان عزیز و مهمان گرامی را به مناسبت جشن فرخنده نوروز جهانی، جشن ایروی طبیعت، شروع اقدام‌های نو، آغاز نیازهای بهاری و نقشه و تدبیرهای تازه تبلیغ گفته در سال نو اجدادی برای شما روزگاری آسوده و روی پایدار و برای کشور عزیزمان سال نیک و با زیبایی، بهاری، سرسبزی و شکوفایی. من ملکه بهار، بهاری که با آمدن نخل امید آدمانی روی عالم را سبز می‌گرداند. بهاری که به قلب‌ها سرور، به لب‌ها خنده و به محفل‌ها شور و شوق به اندازه هدیه می‌سازد. من بهارم، بهاری که وطنم تاجیکستان است. بهاری که با آمدن من جشن نوروزی عالم افروز می‌آید. جشنی که با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام جهانی را صاحب شد. پس شایسته است که جشن جهانی نوروزی را به جمله عزیزان شاد باش بگویم. بهار و نوروز عالم افروز همایون باد عزیزان. مردم به بچه پیش فکر تو برید زشت ماما به یگان سیاست، به یگان تاکید، به یگان مسئولیت این احترام نسبت زیبایی طبیعت، نسبت زندگی، نسبت پیشرفت عموما مردم شما با آن هست
فرزندان ما، بودینها ما، مملکت ما، وطن ما، کشت و کار ما، کوه دشت ما، آبادی دریاها، آبادی کشتزارها، آبادی باغ و بستانها، آبادی وطن. من از این نوروز یک نه و هر زمان ما را وادار می‌نماید و زندگی و همکاران و فرزندها و مردم زیاد و کل آنها با نظر نیک، با نظر محبت، با نظر هر را آنها را زیباتر و خوشبوتر و داراتر ببینند. راهانی که درختان ما همیشه گل می‌کشد و می‌باشد، یعنی آن زیبایی که من می‌برم آنچه در سختیش هم باشد. همین است و ما با دل گشاده به سیاست با کلمه‌های خارجی رومانی بزرگترین نوروز در خود میان دارد. این همچنان دیگر نشانه پیشروی و قدیم الایام هومانیستی بودن همین مردم، فارس‌ها، تاجیک‌ها، افغان‌ها، ایرانیان، سیخ‌ها، همین‌ها هم از انتظار سالانه باشند. در برابر دیگر ایده‌ها این بالاترین کار نوروز است. نوروز مبارک باشه استاد. سال 2010 نوروز جهانی شد. نوروز را هر سال از 21 مارس آغاز شده. مردم جمهوری تاجیکستان آن را با تنتنه سبز پاینداز شو نوروز میماند قدم، ای غنچه گل باز شو نوروز میماند قدم. نوروز خجسته پی را و دانشگاه تکنیکی جمهوری تاجیکستان به نام اکادمی قاسمی خوش آمدید. از نام دانشجویان ساختمان و معماری نوروز عالم را به همه دانشجویان و جمهوری تاجیکستان تبریک میکنم. نوروز مبارک باد.